بهترین ترید ماینکرافت بدراک چیه؟ شاید پیش خودتون بگین این، ولی نه، اینه. ببین بچه ها، اگه شما بخواید به این استیک بفروشید، با 32 تا استیک بدید یه دونه امرات بگیرید. کی حال داره یه عالم چوب بفروشه فقط 16 تا امرالد بگیره؟ ولی اگه بخواین با این ترید کنین خیلی راحت میاد اینجا توی آب، یعنی اینا رو پیدا میکنید، اینا رو با بیل میکنید، 4 تا از اینا بهتون میده، کلی بال. اینا رو میگیرید با این ترید میکنید. این آقا شغلش این استونکاتره، 10 تا میگیره یه دونه امرالد. ترید میکنید، به راحتی میتونید یه عالم امرالد به دست بیارید. بهترین ترید ماینکرافت اینه.